عرض سلام به شما بینندگان گرامی برنامه صحبت مهم. آسیای مرکزی چون همیشه در مورد توجه قدرت‌های جهانی قرار دارد و هر آن کشوری که می‌خواهد در این منطقه با کشورهای این منطقه همکاری‌های سودمند را براه ماند، سراول به امنیت و ثبات آن توجه می‌کند. تاجیکستان و نقش آن در ثبات و امنیت آسیای مرکزی نزدیک به 55 میلیون نفره چگونه است و این ثبات و امنیت تا کجا به تمام کشورهای این منطقه تاثیر می‌گذارد؟ این موضوع را با دیرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فیض‌الله براتزاده بررسی خواهیم کرد. سپاسگزاریم از شما برای اشتراک در برنامه. تشکر، سلامت باشید. خب سراول میخواهم صحبت ما از آن آغاز شود که طوری ما آگاه هستیم چند قبل مرکز تحلیلی امریکایی ضمن یک پژوهش میان 142 کشور دنیا تاجیکستان را در کشور ما را تاجیکستان عزیز ما را در زینه دومی امن‌ترین کشور جهان جای داد. خب به اندیشه شما این نتیجه گیری از ثبات و آرامی یک کشور آسیای مرکزی خب تا کجا میتواند ثبات و آرامی آسیای مرکزی را انعکاس کند و عموما تا چه اندازه میتواند این امنیت به ثبات و آرامی آسیای مرکزی تاثیرگذار باشد؟ تشکر، سلامت باشید. واقعا وقتی که ما درباره نتیجه گیری های سازمان های با نفوذ به مثل کال اپ سخن میگوییم، باید به اعتبار گرفت که این گونه سازمان ها چندین نشان دهنده ها یا پارامترهای امنیتی این یا اون کشور را بررسی نموده، بعد از آن سطح داراییتی امنیتی این کشورها را نتیجه گیری میکند. و وقتی که این خبر از طریق رسانه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی پهن گردید، این البته باعث خوشحالی شهروندان کشوری عزیز بهشت‌آسای ما گردید. و وقتی که ما این مسئله را نتیجه گیری میکنیم، باید اعتراف نمود که این نتیجه سیاست موفقانه رهبریت عالی کشور و حکومت جمهوری تاجیکستان در طول نه بیشتر از 20 سال اخیر است و از سیاست بسیار موفقانه آبادانی و سازندگی پیشوای معظم ملت درک می‌دهد و از آن شهادت می‌دهد که واقعاً کشوری ما به مرحله وارد گردیده است که از جانب سازمان‌های بانفوذترین جهان همچون کشوری یکی از کشورهای امن‌ترین برای سیاحت و توریسم و برای تشریف آوردن خب شهروندان کشورهای گوناگون جهان بسیار موافق است و از آن شهادت می‌دهد که نه تنها این گونه امنیت، صلح و ثبات در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه و در مرکزهای ولایت‌ها، بلکه این امن و امنیت و صلح و ثبات در تمام گوشه‌های دوردست‌ترین کشوری بهشت‌آسای ما طنین انداز گردیده است و خود ما هم شهروندان قطاری کشور از این وضع صلح و ثبات و امنیت در سراسر کشور آگاهی کامل داریم. خودتان تصور کنید که امروزها برای در مدت تقریبا 5-6 ساعت رسیدن از مرکز پایتخت دوشنبه به شهر و ناحیه‌های گوناگون ولایت سوخت یا در مدت تقریبا 10-12 ساعت رسیدن به شهر خاروق و ناحیه‌های گوناگون آن، تمام شرایط انفراستراکچوری و لوجستیکی مهیا گردیده است که البته این برای جلب نمودن هم اینوستیسی‌های خارجی و هم جلب نمودن سیاحان خارجی برای دیدن نمودن از جایهای بسیار دیدنی کشوری ما که واقعا کشوری از نگاه سیاحی اکولوژی در سطح جهانی جذاب محسوب می شود، آنها را به جانب کشوری ما رهسپار می سازد و شوق و ذوق آنها را تحریک می بخشد و این بهاگذاری بسیار عادلانه سازمان بین المللی به مثل کال اپ ما را وظیفه‌دار می نماید که من بعد نیز در سمت استوار و مستحکم نمودن صلح و ثبات و امنیت سراسری
در تمام اطراف و اکناف و گوشه و کنار کشورمان ثابت قدمانه خدمت نماییم. شما واقعا درست قید کردید که نتیجه گیری عادلانه یک سازمان با نفوذ بین المللی بود و همین آرامشی که امروز فراتر از منطقه اعتراف شده است، قبول شده است و باعث توجه شهروندان تمام کشورهای پیشرفته چه اروپا است چه آمریکا شده است. خب تا چه اندازه همین امنیت، همین آرامش با آسیای مرکزی تاثیر میگذارد؟ در پرتو سیاست منطقوی و سیاست موفقانه درهای گشاد خارجی جمهوری تاجیکستان، همگرایی با کشورهای آسیای مرکزی در مقام پیشاهنگی قرار دارد و رهبر دولت تاجیکستان این موقع بسیار سازنده خودشان را در تمام سخنرانی‌ها و سفرهای رسمی و دولتیشان به کشورهای گوناگون، خصوصا در رفت سفر اخیرشان که به چندین کشورهای اتحاد اروپا تحقق پذیرفت تاکید نمودند. اعتباراً از آغاز سال 2017 مناسبت بین کشورهای آسیای مرکزی در زمینه سیاست موفقانه راهبران دو کشور برادر همسایه و دوست، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان، با فاز و مرحله بسیار نوترین و موفق خود وارد گردید. شما تصور کنید که بعد از به طور همه‌جانبه بهتر شدن مناسبت‌های بین همدیگری و رفتارهای شهروندان بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان، تقریبا بین همه کشورهای منطقه سازشنامه‌های همکاری استراتژی امضا گردید که این البته از آن شهادت می‌دهد که ما در این سمت به زینه نسبتاً بالاتر برآمده ایم و رفت و آمد شهروندان، خب تبادل مال و کالا، تجارت و دیدن کردن از جایهای دیدنی کشورهای گوناگون و رشدی، تصور کنید که رشد سیاحی داخلی منطقوی در بین کشورهای ما بسیار به سطح و درجه خوب بالا رفت و این از آن درک می‌دهد که جمهوری تاجیکستان همچون یکی از کشورهایی که در مسئله رشد سیاحی و هنرهای مردمی بسیار ظرفیت‌ها و امکانیت‌های وسیع دارد، می‌تواند در آینده در این سمت برای پیشبردی سیاست موفقانه منطقوی برای تمام کشورهای آسیای مرکزی نقشی کلیدی بازد. شما تصور کنید که سیاحان یا مهمانان گوناگونی که به کشورهای به دلخواه کشور آسیای مرکزی سفری سیاحی یا سفری کاری انجام می‌دهد، البته درباره زیبایی‌های طبیعت جمهوری تاجیکستان آگاهی پیدا می‌کند و اکثری کلی آنها، تقریباً از 90% آنها وقتی که وارد یکی از کشورهای آسیای مرکزی می‌شوند، آنها حتماً خواهش وارد شدن به یکی از شهرهای جمهوری تاجیکستان را اظهار می‌نمایند که این برای تکمیل دادن، تقویت دادن خب اینفراستراکتور سیاحی در کشور ما و افزون نمودن درآمد بودجه جمهوری تاجیکستان از حساب سیاحی در آینده سخت مساعدت خواهد کرد. یعنی که نتیجه همون ثبات است که مردم تمام مثلا ساکنان دیگر کشورها توجه میکنند. صلح و ثبات و آرامی نباشد، به هیچ کشوری دنیا یگان مهمان خارجی به خصوص سیاحانی که با صرف نمودن خراجات نمودن پولهای خود به این کشورها می آیند، عازم این گونه کشورها و این گونه شهرهای جاهای دیدنی نمی شوند و همین صلح و ثبات و امنیت است که آنها را به سوی کشور ما جلب و جذب می نماید. خب به اندیشه شما امنیت آسیای مرکزی از کجا سرچشمه می گیرد و چه عامل‌هایی هستند که ما را وادار می کند مشترکاً علیه آن تهدیدها، آن خطرها مبارزه بریم؟ وقتی که ما درباره مسئله امنیتی منطقه آسیای مرکزی سخن می‌رانیم، باید به اعتبار گرفت که در محور جوهری کلیدی این امنیت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. باز هم
اگر تکرار هم شود باید بگیم که با سبب آن که ما در صف پیشی مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم در مرز همحدود با افغانستان قرار داریم. خوشبختانه بعدی بهتر شدن مناسبت‌های همکاری شریکی استراتژی مناسبت در این مسئله تجدید نظر کردن کشورهای ازبکستان و کشورهای ترکمنستان دایر به توجه جدی ظاهر نمودن در سمت امنیت افغانستان تماما شکل و محتوای دیگر گرفت. اکنون وقتی که ما دایر به مسئله تامین نمودن صلح و ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی که آن در نوبت خود کفیل تامین نمودن امنیت در تمام قلمرو کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل محسوب می شود سخن می رانیم، باید به نظر ما چند مسئله را به اعتبار گرفت. مسئله یکم عبارت از آن است که بعد از شکست خوردن نیروهای جنگی سازمان تروریستی دولت اسلامی یک مقدار زیاد جنگیان این سازمان به کشورهای گوناگون پهن شدند و طبیعی است که آن جنگیانی که شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و دیگر جمهوری‌های اتحاد دولت‌های مستقل بودند به اصطلاح معمول دیگر بی راهبر و بی صاحب ماندند و آنها البته با هر راه و وسیله کوشش میکنند که به وطن اصلی خود برگردند یا در کشورهای رهسپار گردند که از آنجا امکانیتی من بعد وارد شدن به کشورهای خود امکان پذیر میگردد. از این جهت یک تعداد معین جنگیان سازمان دولت اسلامی واقعا در قسمت شمالی افغانستان جمع آمدند که این برای امنیتی هم منطقه آسیای مرکزی به شکل جزئی و هم منطقه و هم تمام قلمرو اتحاد دولت‌های مستقل به طور عمومی خطر و تهدیدهای جدی ایجاد می‌نماید. تاجیکستان در سنگر مبارزه‌ها علیه تروریسم و افراطگرایی قرار دارد و همچون دروازه جنوبی کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی اعتراف شده است. وضع پس دروازه گوییم یا وضع آن سوی آمو تا چند اندازه به این کشورها تاثیر خود را میرساند؟ تشکر. تا چند اندازه یک وضعیت خطرزا را ایجاد کرده است؟ تشکر. باید پیش از همه تاکید نماییم که امروز نهادهای قدرتی جمهوری تاجیکستان برای خنثی نمودن و پیشگیری نمودن همه گونه عملیات‌های نوجوانمردانه امکانیت‌های تکنیکی و تکنولوژی و تجهیزاتی حربی را دارا میباشند. درست. این بسیار عامل مهمی تامین نمودن امن و ثبات و امنیت دولتی در قلمرو کشور ماست. دوم مسئله عبارت از آن است که ما واقعا در سنگر مقاومت و رقابت شدید با اندیشه، جهانبینی، مفکوره و محاکمه‌رانی‌های رادیکالی، افراطگرایی، تندگرایی و شکلی از همه بدترین آن تروریستی قرار داریم. و همین همحدود بودن ما با افغانستان که یک وقت مرز جنوبی اتحاد شوروی محسوب میشد و امروز مرز جنوبی اتحاد دولت‌های مستقل محسوب می شود، آرام بودن وضعیت در این منطقه کفیل آرام بودن وضعیت عمومی در فضای اطلاعاتی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل محسوب می شود. هم کشورهای سازمان امنیتی دست جمعی محسوب می شود. سازمان همکاری شانگهای. 14 ساله است که در قلمرو متاسفانه در قلمرو کشوری با ما همسایه و همزبان ناآرامی حکمران است و موقع پیشوای معظم ملت در مسئله آرام نمودن وضعیت و اندیشیدن چاره‌های مؤثر برای تغییر دادن وضع موجوده در افغانستان هم در ضمن مسئله گذاری‌های
داخلی، هم ضمن مسئله گذاری های منطقوی، هم ضمن مسئله گذاری ها از منبرهای بلند جهانی برای همه ما معلوم است. جمهوری تاجیکستان برای آرام شدن وضعیت در جمهوری افغانستان بیشتر از دیگران منفعت دار است. زیرا آن برای جمهوری ما امکانیت های زیادی رشد اینفراستراکچور گوناگونی صنعتی، استحصالی، اقتصادی را فراهم می آورد. هرچی بیشتر آرام شدن وضعیت در افغانستان به منفعت تقویت یافتن امن و ثبات و آرامی در کشور ما پیش از همه و پس از آن در بین همه کشورهای منطقه آسیای مرکزی خواهد بود که این همگرایی، داد و گریفت، رفت و و اینتگراسی خوبی اقتصادی بین کشورها را استوار خواهد کرد. یعنی کفیل اساسی، یعنی کفیل امنیت استوار منطقه هستیم ما. امروز امنیت و ثباتی که در کشور صاحب استقلال ما موجود است و در بالا هم قید کردیم که مثلا هزاران نفر را مثلا اعتماد بخشیده است تا از این کشور دیدن کنند، با همین کشور و دیگر کشورهای منطقه با سیر و سیاحت روند. خب به اندیشه شما این نتیجه یک سیاست موفق ما بوده میتواند؟ البته وقتی که ما درباره به دست آوردن یک نتیجه مثبت سخنرانی و مسئله گذاری می نماییم، این کار نیست که در مدت چند روز عملی شود. برای حافظ بزرگوار گفته است که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، باید اسباب بزرگی همه آماده کنی. یعنی اسباب پیشرفت و خوب دستاوردها را باید در طول مهنت و زحمت و کار و فعالیت شبانه روزانه در طول روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سالها باید افزون گردانیم. و همین سیاست طوری که در بالا تاکید کردیم در زمینه سیاست موفقانه پیشوای ملت حداقل در طول 12 ساله اخیر به دست آمد و ما ثباتکارانه در طول این 12 ساله مهنت کردیم، زحمت کشیدیم. فضای جبهه آبادانی و سازندگی تمام گوشه و کنار شهر و ناحیه های کشوری ما را فرا گرفته است و از موقع وطنداری و وطندوستی تمام شهروندان کشور برای تطبیق عملی پیدا کردن 4 هدف اساسی استراتژی و مقصد و هدف‌هایی که برای استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با امر مخصوصی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معین گردیده است، همین فضای سازندگی در ما آغاز گردیده است. شما تصور کنید که وقتی که ما 5 سال پیشتر به ناحیه‌های دلخواه گوناگونی جمهوری سفر می‌کردیم، وضع رشد اینفراستراکچور در آنجا چگونه بود و امروز در کدام حالت قرار دارد؟ هم در مسئله لاجستیک راه‌ها، هم در مسئله دسترس بودن واسطه‌های نقلیات که برای رسانیدن سیاحان، شهروندان و احتیاجمندان از مرکز جمهوری تاجیکستان و از مرکز ولایت‌ها به ناحیه‌های گوناگون، هم در مسئله بنیاد شدن اینفراستراکچور برای سیاحان، برای مهمانان. با اندیشه شما تا کجا میتواند همین امنیت و ثبات اعتماد باشندگان، اعتماد نزدیک به 55 میلیون نفر اهالی همین منطقه را به ثبات و آرامی کشورهای منطقه یا به ثبات و آرامی کشورهایشان زیاد کند، یعنی قاطعانه کند، استوار کند؟ وقتی که نقش تاجیکستان در اینجا. البته ما درباره موقع کلیدی داشتن جمهوری تاجیکستان در پرتو سیاست منطقوی و سیاست جهانی ساعت‌های دراز سخن گفتنمان ممکن است، ولی چند عامل مهم است که اینجا باید ما آن را بار دیگر تذکر دهیم. خب نقطه نخستین عبارت از آن است که قلمرو جمهوری تاجیکستان با
کوههای آسمانبوسش منطقه تشکل یافتنی آبستانی جهانی و منطقوی محسوب می شود. درست. شما تصور کنید که محض در بلندی ها، در پیریخ های، در بلندی های بلند واقع گردیده قلمرو جمهوری تاجیکستان خب ذخیره های آبی دو دریای کلانترین منطقه آسیای مرکزی سیردریا و امودریا تشکل می‌یابد. خب این موقع جمهوری تاجیکستان را در متن سیاستی منطقوی خواه نخواه تاکید می‌کند. بله. این یک طرف مسئله. طرف دیگری مسئله عبارت از آن است که در آغاز استقلالیت دولتی ما وضعیتی که وابسته به سر زدن جنگ شهروندی در قلمرو کشوری ما به وجود آمد، امیدی کشورهای همسایه و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را به آینده جمهوری تاجیکستان تا اندازه کاسته کرد. ولی باز در زیر رهبری عاقلانه پیشوای معظم ملت ما توانستیم که در کوتاه‌ترین مدت عاقبت‌های جنگ شهروندی را نه تنها در کشور برطرف نماییم، بلکه برای برقرار نمودن دستاوردهای رایگان رفته آغاز استقلالیت جمهوری تاجیکستان قدم‌های استوار و جدی گذاریم. ما در این مسئله واقعا در مدتی بعد از سال 1997 تا ابتدای 1000 ساله و 100 ساله نو یک جهش جدی نمودیم و واقعا در تصور، مفکوره و جهانبینی شهروندان ما در مسئله درست معین نمودن طرز دولتداری دنیوی یک عقیده و موقع بزرگ شهروندی به وجود آمد. همین زمینه یعنی اراده سیاسی پیشوای ملت و همین روند نوی دولتداری را پذیرایی کردن مردم شریف تاجیکستان باعثی به دستاوردها و موفقیت‌ها نائل گردیدن کشوری ما گردید و ایمیج منطقوی و بین المللی ما را در همین طول چندین سال اخیر اگر گفتن ممکن باشد 2 ساله مرحله به مرحله زینه به زینه تغییر داد و رهبریت و شهروندان کشورهای پیش از همه کشورهای آسیای مرکزی باوری حاصل کردند که وضعیت سیاسی و اجتماعی و رشد انفراستراکچور اجتماعیات و اقتصادیات در جمهوری تاجیکستان طول این 10 ساله ها تغییراتی مثبت کلی به وجود آورده است و همین دستاوردها باعث تغییر یافتن مناسبت‌های دیپلماتی و مناسبت‌های بین همدیگری بین جمهوری‌های پیش از همه آسیای مرکزی گردید و یکی از دستاوردهای بزرگ دیپلماتی یا سیاست خارجی ما در سال 2017 همین با وجه پسندیده تغییر یافتن مناسبت‌ها و رفتارهای بین همدیگری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان گردید. همه گفتنش ممکن است که یک مناسبت بین ازبکستان و تاجیکستان بشوده است نه این خیلی نه، ولی وقتی که مناسبت ما با ازبکستان دیگر شد مناسبت‌های کشورهای دیگری منطقه آسیای مرکزی نیست هم با ازبکستان و هم با تاجیکستان تماما شکل و محتوا و مضمون دیگر کسب کرد. تشکر زیاد استاد به شما برای یک صحبت پرمحتوا و خیلی ضروری. واقعا ما با این موفقیت ها نائل شدیم و واقعا پیش از همه ما توانستیم اعتماد تمام سیاره را به دست آوریم و این برای ما از همه چیز مهمترین است و بار دیگر تشکر با شما که در این برنامه اشتراک کردید. سلامت باشید، تشکر، موفق باشید. بینندگان گرامی، صحبت ما بود با دیرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم
баротзода файзулло. خیر بینندگان عزیز، این برنامه صحبت مهم بود و ما مهمترین موضوع روز را بررسی نمودیم. تا برنامه‌های دیگر سلامت و سربلند باشید.